آریانا افغانستان، یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. Good evening. To the United States. بینندگان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و احترامات قلبی یک بار دیگر در حضور شما هستیم و به نام پروردگار عالمیان برنامه امروز پنجشنبه 23 جوزای سال 1392 هجری خورشیدی برابر با 13 ماه جون سال 2013 میلادی از گپ میخیزه را پیشکش حضورتان میکنیم. خب بیننده ارجمند، هموطنان گرامی، از نامی برنامه پیداست که از گپ میخیزد، طوری که در برنامه روز سه‌شنبه به شما وعده سپرده بودم، صحبت امروز با بیانیه مارشال صاحب محمد قسیم خان فهیم آغاز میکنیم. آقای فهیم هست هم یک از چهره های مطرح در صحنه سیاسی افغانستان هستند. مانند رئیس جمهور آدم بسیار جالب و صحبتهایشان هم قابل تعمق است و هم بعض اوقات انسان به خنده وامی داره. محمد قسیم خان فهیم، مارشال صاحب، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، شخصی که مارشال است اما معلوم نیست که این لقب یا این افتخار از کدام میدان نبرد به دست آوردند، چون تاریخ مارشال شدن و مارشال بودن نشان میده که افراد و اشخاص این لقب از آن خود می سازد که از تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و اراده ملی دفاع کنه و صحبت کنه و اراده ملی داشته باشه. تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، وحدت ملی. ای که در وجود مارشال صاحب محمد قسیم خان فهیم این اوصاف نهفته است یا نیست، به من حقیر فقیر سراپا تقصیر تعلق ندارد. قضاوت را به شما میگذارم. بر صورت محمد قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، دو روز پیش در بخش از سخنانش در کنفرانس والیان افغان هشدار داد اگر حکومت برآمده از انتخابات ریاست جمهوری مجاهدین را نادیده بگیرد، آنها اسلحه به دست گرفته و به کوهها بالا می شوند. جناب مارشال صاحب محمد قسیم خان فهیم، دیگر آن زمان گذشته است که شما به مردم افغانستان هشدار بدهید که در صورت کنار گذاشتن مجاهدین همه به کوه بالا میشن. مسئله به کوه بالا شدن حالا در نزد مردم افغانستان به یک فکاهی تبدیل شده. بار عده از وکلای ناراض به رئیس جمهور افغانستان هشدار داده بودند که اگر آنها را به ولوسی جرگه برنگرداند، آنها هم به کوه بالا می شوند. در قاموس، دیکشنری یا لغتنامه وطنی افراد و اشخاص روانه کوه می شوند
سرگردان دشت و بیابان و کوه و صحرا می شوند که خدای ناخواسته دیوانه باشند، عاشق باشند، همچون مجنون از غم لیلی به کوه و صحرا و بیابان پناه ببرند. معاون رئیس جمهور افغانستان علاوه کرد دوباره اگر جنگ آمد باز کسی جمع کردن نمیتواند. دوباره اگر جنگ آمد باز کسی جمع کردن نمیتواند. اولین بار است میشنوم که یک سیاستمدار یک کشور به نام افغانستان چنین استدلال میکند که جنگ را کس جمع کردن نمیتواند. من از معاون رئیس جمهور افغانستان میپرسم که اگر جنگ آمد آن را میتوانید تقسیم کنید، آن را میتوانید جمع کنید، آن را میتوانید منفی کنید، آن را میتوانید ضرب بزنید. مسئله جنگ همچنانی که گفتن در جنگ حلوا تقسیم نمیشه، مخصوصا در افغانستان. پس در قاموس شما جمع کردن جنگ چی معنا دارد؟ یعنی منظور این است که جنگ را کس نمیتواند پایان بخشد یا جنگ را از بین ببرد یا مانع جنگ شود. شما میتوانستید به شکل دیگر افاده بیان نمایید. مارشال محمد قسیم فهیم علاوه کرد اینطور نیست که سر ما ظلم کنند و ما سر خود را پایین بگیریم. من از معاون رئیس جمهور افغانستان میپرسم جناب آقای فهیم، چه ظلم ناروایی در حق شما صورت گرفته است؟ من تا جایی که به خاطر دارم از روزی که شما سر بلند کردید همیشه در مناصب بالا قرار داشتید. از جانب این دنیا دنیای فراز و نشیب است. بگذارید یک بار هم احساس ملت را در وجود خود لمس کنید، ملتی که همیشه بر آنها ظلم روا داشته شده و همیشه سرشان خم بوده است. معاون رئیس جمهور افغانستان میگوید آدم سر من ظلم بکند تفنگم را میگیرم و به کوه میبرایم. صحبت از کوه شد. من در مورد به کوه برآمدن یا به کوه بالا شدن لحظات پیش صحبت کردم و دیگر نمیخواهم روی آن تحمل کنم. به نظر می رسد منظور آقای قسیم فهیم از ظلم بر او و دیگر رهبران مجاهدین از دست دادن قدرت سیاسی باشد. ظلم یعنی اینکه مارشال محمد قسیم فهیم دیگر معاون رئیس جمهور نباشد، دیگر رهبر حزب و جناح و وزیر دفاع ملی نباشد، دیگر عمال و چاکر و تفنگ به دست در اختیار نداشته باشد. معاون اول رئیس جمهور افغانستان مارشال صاحب محمد قسیم خان فهیم به حامد کرزی هشدار داد که مجاهدین برای جنگ کردن به قدر کافی سلاح در اختیار دارند و افزود خل سلاح در افغانستان صورت نگرفته و همه به خاطر حفظ جانشان سلاحهایشان را نگه داشتند. چرا در افغانستان اسلحه جمع‌آوری نشده است؟ کیها سلاح خود را تقسیم نکردند؟ در وقت وزارت دفاع کدام شخصیت؟ در وقت مارشال شدن کدام رهبر؟ در وقتی که اسلحه باید جمع می شد
معاون رئیس جمهور افغانستان کی بود که غفلت کرد، سهلنگاری کرد و پروسه DDR را به شکست مواجه ساخت؟ بر صورت بینندگان ارجمند با هم میریم بخشی از سخنان جناب مارشال صاحب محمد قسیم خان فهیم از نزدیک مشاهده میکنیم. البته در لابلای صحبتهای معاون اول رئیس جمهور افغانستان نطاق یا مبصره که این راپورتاژ یا این گزارش تهیه کرده هم صحبتهای دارن. با هم میریم و این ویدیو کلیپ به تماشا می نشینیم. مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری کشور در کنفرانس ملی والیان در کابل روند صلح در افغانستان را یک ضرورت جدی خواند. آقای فهیم تاکید کرد که مسئولیت دولت در قبال صلح بیشتر از مسئولیت مخالفان مسلح دولت است. امروز هم صلح کی بیاره؟ کسایی که در قدرت هستند. او برادرای این متوجه باشین که او کسی که امروز به عنوان یک مخالف یا به عنوان یک آزرده خاطر تفنگ در دست داره جنگ میکنه، مسئولیت آوردن صلح در سر از او کم است، سر ما و شما زیاد است. ما و شما باید او را در پالوی خود جای بدیم. ما و شما باید اگر همی زندگی ما قدرت است، در قدرت ما شریکشان کنیم. معاون اول ریاست جمهوری کشور همچنان انتقال سیاسی پس از برگزاری انتخابات سال آینده را چالش بزرگ خواند و افزود برای عبور از این چالش نیاز به اجماع ملی است. او بدون نام گرفتن از فرد خاصی گفت که هدفی او از اجماع ملی آنچه برخی افراد دیگر عنوان میکنند نیست. آقای فهیم با اشاره به فعالیت‌های انتخاباتی زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان و همچنان برادران حامد کرزی گفت که اینها شهروندان امریکایی هستند و هیچ نقشی در تحول و انتقال سیاسی نخواهند داشت. او تاکید کرد که هیچ گروهی به اندازه تیم رئیس جمهور کرزی و او دارای قدرت نیست. و انتقال سیاسی به یک تیم کسی که بدیل میشه، این عوض ما میشه، عوض کرزی و شماهای ما و شما کلما. کسی که رئیس جمهور شد احمق نیست که باز والی چیز امرای لنگی و ریشش والی صاحب غزنی را باز والی بانه و از گروه خودش والی تعیین میکنه. اما تیمی که اینمی تو یک مسئولیت به دوش بگیره از ولسوالی تا به ریاست جمهوری که ما و شما مطمئن شویم که این وطن ما آرام شد و دیگه بدبختی نمیاد این کشور. او تو یک تیم تا به حال دیگه غیر اینمی تیمی که زحمت کشیده شده اینمی تیم بوده، یعنی باید ساخته شود همین تو یک تیم. امو تو یک تیم کی میسازه؟ ما جوابشم میگم. امو اجماع ملی که ما و شما میگیم اونمو میتونه که این یک تیم باز به وجود بیاره. ولی اون نه اجماع ملی که خلیلزاد میگه، خودش امریکایی آمده به ما اجماع ملی جور میگه. از برادر کرزی صاحب گرفته تا کلگی اینمی امریکایی هستن. یا خب شدن نمیتونن که امور روز تذکرهش بواره سفارت امریکا و بیا به میقه گپ شوه، هیچ امکان نداره. او هشدار داد که نباید پس از انتقال سیاسی کسی به فکر انتقامگیری از حریفان و رقیبان سیاسیش باشد، زیرا افغانستان دچار جنگ و کشمکش خواهد شد. خود گشایی نکنه که امروز تو در قدرت بودی سبا باز من امرایت کار دارم که باز کال به چیز شده امیال اکثر ما کارا را میکنیم. یعنی مال که چقدر دوره دموکراسی ماست، دوره آرامش ماست، بسیار کسا می کارا را میکنن. با دو وقت اگه این کارا شروع شود با جنگ از ذکر شد. دوباره اگه جنگ آمد باز کسی جمع کردیش نمیتونه. این تو نیست که ما را سر ما ظلم بکنم، من نفر گرجستان باشم، من گرجستانی باشم باز کلمه تا بگیرم. یک آدم طرف من ظلم بکنه تفنگ من میگیرم لکو میبره. مارشال محمد قسیم فهیم با انتقاد از برخی فعالان سیاسی که خواستار به رسمیت شناختن خط مرزی دیورند میان افغانستان و پاکستانند گفت باید تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان و گونه آرام حل شود. هیچ منکر شدن نمیتونه کسی که بین افغانستان و بین پاکستان مشکل نیست. خط دیورند مشکل نیست. مشکل از خط دیورند. یکم ستمی چی میگه؟ گمش کو خط دیورندش چی؟ بان که برای پشتون از همشان خلاص شویم. اگر خب دیگه استدلال میکنه او روز در تلویزیون میگفت که یه چیز هست برادر، اگر شما اون طرف چرا پشتونستان میخواین، چرا چیز پنجده و نمیفهم کجا را نمیخواین؟ این طور نیست. به یک گفتن کل گپ خلاص شد. بشینیم مذاکره کنیم، مشکلات خود حل بکنیم
و ما آماده هستیم که منافع پاکستان به شکل معقول از راهی که در مقابلش منافع مردم افغانستان هم روشن و دست بیاید و حفظ شود مشکلات خود حل بکنیم. این در حالی است که پیش از این حامد کرزی رئیس جمهوری کشور گفته بود که نیاز است تا بر سر 3 یا 4 نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده اجماع. از گپ میخیزد، واقعا از گپ میخیزد. همه به خاطر داریم پیش از این شماری از رهبران مجاهدین بارها حکومت افغانستان را متهم کردند که تلاش دارد آنها را از صحنه قدرت حذف کند. مارشال فهیم همچنان از زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان و برادران حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با عنوان امریکایی و مایه تشویش مردم نسبت به اوضاع کشورشان بعد از سال 2014 یاد کرد. آیا آنچه مارشال فهیم بیان کرد یک پراگنده گویی نیست؟ سوالیه. تحلیلگران و نویسندگان رسانه‌های بی‌طرف و حرفه‌ای یعنی مسلکی کمتر به نحوه گفتار سیاستمداران به عنوان بخشی از تحلیل یک موضوع می‌پردازند تا متهم به خصومت شخصی با آنها نشوند و اصول بی‌طرفی را نیز رعایت کرده باشند. آنچه تفاوت در بین میدیا یا رسانه‌های وطنی و بین المللی به مشاهده میرسد همین موضوع است. حتی خبرنگاران و مبصرین رادیوهای صدای امریکا، رادیو آزادی، BBC و صدای آلمان این موضوع را رعایت میکنند که جرأت و شهامت این را ندارند که مانند روزنامه ها، جراید، تلویزیون ها و رادیوهای بین المللی مثل امریکا، آلمان، انگلستان، فرانسه و سایر کشورهای پیشرفته آنچه را که مشاهده میکنند، آنچه را که برداشت میدارند او را ارائه کنند و دلیلش هم است که اونها چنین میپندارند که اگر به چنین کار دست یازند شاید سیاست بی‌طرفیشان یا بی‌طرف بودن وسایل ارتباط جمعی تحت کنترلشان خدشه‌دار شود. در حالی که رسانه های اروپایی مخصوصاً رسانه ها در ایالات متحده امریکا چنین حساسیت ندارند، بنابراین ما هم چون در ایالات متحده امریکا زندگی میکنیم هر موضوع را، هر مسئله را تلاش میکنیم موشگافانه مورد ارزیابی و تفسیر و تفصیل و به اصطلاح ژورنالیستانه یا آنچه که باید خبرنگار داشته باشه او را ارائه بکنیم، یعنی به صورت موشگافانه و مسلکی و دور از نزاکت هایی که در کشورهای شرقی مثل افغانستان موجود است و دلیل اولش هراس خبرنگاران و مفسرین سیاسی از حکومت و اعضای حکومت است که کمتر جرأت میکنند جز یکی دو تلویزیون که حقایق به خورد مردم بتن. شما در ایالات متحده امریکا توجه کنین، روزنامه ها را بخوانین، تلویزیون ها را مشاهده کنین، رادیو ها را بشنوین، مجلات از نظر بگذرانین، میبینین که معمولا نحوه صحبت کردن، لباس پوشیدن و حتی حرکات دست و واکنش ها یا عکس العمل های چهره سیاستمداران از نگاه تیزبین خبرنگاران و تحلیلگران دور نمیماند. در وضعیت فعلی سیاسی در افغانستان
برخورد تحلیلی با نحوه بیان سیاستمداران بعضی اوقات می تواند بر روشن شدن نکات بسیار مهم کمک کند. چنانچه خدا آقای کرزی را خیر بدهد که به مطبوعات داخلی این حق را داده است تا در مورد لباسش و نحوه صحبتش یا بیانش و حتی بیانیه هایش تبصره کنند و همه را حلاجی کنند. واقعیت این است که معاون اول رئیس جمهور افغانستان همانند بسیاری دیگر از سیاستمداران بلندپایه افغانستان به شمول رئیس جمهور افغانستان آقای حامد کرزی پراگندگویی، تناقض‌گویی و ضعف بیان شدید شامل حالشان است و همه از این خلاها واقعا در رنج و عذاب هستند. به عنوان مثال قسیم فهیم در بخش از سخنرانی خود گفت کسی که رئیس جمهور شود آنقدر احمق نیست که والی صاحب غزنی را اشاره با دست به طرف والی غزنی همراه لنگی و ریشش باز والی بماند. والی بسازد نه یا والی مقرر کردن نه، باز والی بماند. چون این طرز بیانه من از شما میپرسم، چون این طرز بیانه ممکن است از جدیت سخنان گوینده به شدت کم کند؟ واضح کم میکنه، اما با توجه به وضعیت سیاسی کنونی در افغانستان نمیتوان با سادگی از کنار پیچیدگی های جدی که از منظور کلی آقای فهیم متصور است به سادگی گذشت. زیرا آقای فهیم نه تنها مارشال هستند بلکه معاون رئیس جمهور افغانستان هستند و اگر خدای ناخواسته مصیبت عاید حال آقای کرزی شود، این آقای فهیم است که زمام امور را به دست میگیرند و یکتازی میکنند. اصلا آقای فهیم چی میخواست بگوید؟ سخنان فهیم یک محور کلی داشت و آن هم نگرانی شدید از حذف مجاهدین از صحنه سیاسی در پی انتخابات سال 2014 میلادی. قسیم فهیم با تهدید به اینکه در صورت حذف مجاهدین از صحنه سیاسی آنها به کوهها بالا می شوند می تواند نشان دهد که حداقل شخص او اهمیتی برای انتخابات آزاد و عادلانه قائل نیست. مگر چنین نیست؟ با این حال احتمالاً ساده انگاری خواهد بود که فرض کنیم این سخن آقای فهیم نظر شخصی ایشان است. آقای فهیم در جمع والیان ولایات افغانستان نمی توانند نظر شخصی خود را ارائه کنند، زیرا ایشان بر علاوه مارشال بودن معاون اول رئیس جمهور افغانستان هستند یا بازتاب دهنده سیاست کلی دولت افغانستان. ما همه در 11 سال 12 سال گذشته به چشم سر مشاهده کردیم. عطا محمد نور والی بلخ، عبدالرشید دوستم جنگسالار معروف، عبدالله رهبر تغییر امید، محمد یونس قانونی سابق رئیس ولوسی جرگه و برخی دیگر از چهره های مجاهدین نیز نسبت به نتایج حذف مجاهدین از صحنه قدرت هشدارهایی دادند. با وجود یک پارچه نبودن رهبران به اصطلاح مجاهدین، آنچه آنها را در حال حاضر به هم نزدیک می کند نگرانی های مشابه نسبت به حذف شدن از صحنه سیاسی افغانستان است. رئیس جمهور کرزی در 11 سال گذشته بارها متهم به مصلحت گرایی در مقابل مجاهدین و طالبان شده است. کرزی در 11 سال گذشته سعی نموده و کوشش نموده است
رهبران مجاهدین را به هر طوری که شده تحت هر شرایط راضی نگه دارد و به همین دلیل اطرافیان و حواریون او را کسانی گرفتند که الزاماً تعهد به رئیس جمهور و حکومت نداشتند. انتقاد قسیم فهیم از رئیس جمهور کرزی اولین حمله لفظی معاونان و یا سایر مقامات ارشد حکومتی از رئیس جمهور نیست و احتمالاً هم با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آخرین آن هم نخواهد بود. با توجه به کشتار هزاران بیگناه در جنگ‌های داخلی کابل که تاریخ هرگز آن را به فراموشی نمی سپارد، که برخی از عاملان آنها هم اکنون در بلندترین سطوح قدرت قرار دارند به شمول معاون رئیس جمهور افغانستان، دشوار است بتوان تصور کرد که مردم افغانستان به حکومت اعتماد کند که حامی رهبران مجاهدین باشد. ای کاش آن افتخاری را که رهبران مجاهدین در دوره اشغال افغانستان توسط چکمه پوشان روسی به دست آورده بودند همچنان حفظ می کردند و این افتخار درج صفحات تاریخ افغانستان می شد. اما ایهات آنها رو به ثروت اندوزی آوردند، آنها رو به چور و چپاول آوردند و آنها دست به اعمال یازیدند که متاسفانه نه تنها تاریخ معاصر بلکه تاریخ آینده هم آن را با خط سیاه در سینه خود حک کرده است. پیروزی حامد کرزی در دور اول انتخابات سال 2004 بر رقبایش از جمله محمد یونس قانونی از مطرحترین چهره های مجاهدین نشان داد که مردم به رهبران مجاهدین اعتماد ندارند. اکنون نیز نامزدهای مطرحی که کمترین ارتباط با سابقه یا با رهبران کمترین ارتباط با سابقه رهبران مجاهدین داشته باشند احتمالاً چانس بیشتری در برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری در آینده نخواهند داشت. از گفته های آقای فهیم اینطور استنباط می شود که رهبران مجاهدین با تهدید به بالا شدن به کوهها و آغاز جنگ داخلی قصد دارند انتخابات را به گروگان بگیرند و در نتایج آن تأثیر بگذارند. چون این انتخابات مسلماً دموکراتیک، آزاد و یا منصفانه نخواهد بود. گروه های سیاسی همسو در کشورهای مانند افغانستان معمولاً به برداشت افکار عامه از سخنان خود یا یکی از یارانشان حساس هستند، یعنی حساسیت دارند. اما بعید است دیگر چهره های مجاهدین که شنونده اظهارات قسیم فهیم بودند بخواهند با عکس العمل مناسب سخنان او را تصحیح کنند و یا از نفس گفته های ایشان فاصله بگیرند. اما بدون چنین عکس العمل با دشواری میتوان گفت اظهارات محمد قسیم فهیم نظر شخصی اوست و از تفکر کلی بر جناح مجاهدین نمایندگی نمی کند. این هشدارها جدا از این که چقدر میتواند جنبه عملی داشته باشد حداقل دو نگرانی عمده را مطرح می کند. نگرانی اول این که با وجود تلاش‌های پیگیر جامعه جهانی و حکومت افغانستان به ایجاد نیروی امنیتی رسمی و یا آنچه پلیس و اردوی ملی نامیده می شود، گروه‌های غیر رسمی مربوط به فرماندهان سابق جهادی هنوز در افغانستان به حد از نظر نظامی و تسلیحاتی اعتماد به نفس دارند که هر از گاهی نسبت به آغاز جنگ علیه نظام حاکم هشدار می دهند. این چیزی است که در اظهارات تازه مارشال محمد قسیم فهیم واضح بود. او گفت که همه به خاطر حفظ جانهایشان برای خود اسلحه نگه داشتند تا در روز مبادا از آن استفاده کنند.
این مسئله بر این ادعا مهر تایید میزند که حکومت افغانستان در بیش از 10 سال اخیر نتوانست اطمینانی را از نظر حاکمیت قانونی ایجاد کند که مردم و گروه‌های قومی ساکن در افغانستان امنیت خود را در حضور نیروهای رسمی امنیتی کشور ببینند. شاید یکی از دلایل این که هنوز سران سابق جهادی در افغانستان در میان مردم این کشور حمایت قومی دارند نیز همین مسئله باشد، زیرا احزاب و گروه‌های سیاسی در افغانستان نه به اساس اندیشه و استراتژی و طرز تفکر بلکه به اساس گرایش‌های قومی تأسیس شده است. یعنی اینکه گروه‌های قومی در افغانستان بقای خود را هنوز در قدرت می‌بینند که رهبر قومی آنها در سطح کشور دارد، چیزی که بر مبنای آرای قومی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز مشهود بود. نگرانی دوم که در دراز مدت جدیتر و خطرناکتر می نماید بی‌باوری افراد چون معاون اول رئیس جمهور و فرد دوم کشور به پدیده به نام دموکراسی است. بعد از سال 2001 میلادی و فروپاشی رژیم منفور طالبان، حضور پررنگ جامعه جهانی با پروژه های بیلیون دلاری و شعار دموکراسی و آزادی های مردمی دموکراسی را به مد روز در افغانستان تبدیل کرد. اگر در زمان جهاد هر کی ریشش بیشتر جایگاهش بیشتر بود، حالا زمان رسیده است که هر که بهتر بتواند از دموکراسی حرف بزند به نظام حاکم و حامیان بین المللیش نزدیکتر می شود. این فضا باعث شد شماری از سران سابق جهادی، خوب متوجه باشین من چی میگم، این فضا باعث شد شماری از سران سابق جهادی که سالها را در جنگ و جبهه و خونریزی و ویرانی سپری کرده بودند از ریش‌های انبوه خود بکاهند و برخی دیگر هم نیکتایی پوش و دریشی پوش شوند. حالا سوا یا جدا از تغییر ظاهری آنها، این افراد در 4 انتخابات قبلی، 2 انتخابات ریاست جمهوری و 2 انتخابات پارلمانی عملاً در صحنه مبارزات انتخاباتی حضور یافتند و بر اساس انتخابات به قدرت سیاسی رسیدند. اما حدود 12 سال تجربه دموکراسی حتی نتوانست ذهنیت این افراد را در برابر دموکراسی تغییر بدهد که در این مدت باید از حامیان آن یعنی از حامیان دموکراسی بودند. هشدار بازگشت به جنگ در صورت نادیده گرفته شدن آنها و دور انداختن آنها و به حاشیه درآوردن آنها سبب میشه تا آنها با نادیده گرفتن دموکراسی فقط آنچه که در وجودشان نهادی نشده، یعنی جنگ و تلاش برای برآورده کردن خواسته های سیاسی خود با زور، یعنی زور تفنگ، متوسل شوند. هنوز آنها در فکر این هستند که قدرت سیاسی را با زور تفنگ به دست آورند و این مسئله در ذهن و دماغ و فکر آنها با همان قوت سابق باقی است. به این معنا که شماری از این رهبران طبل دموکراسی را فقط زمان به صدا در می آورند که دموکراسی تضمین کننده رسیدن آنها به قدرت باشد، ولی زمانی که همین دموکراسی دست آنها را از رسیدن به قدرت کوتاه کند، انتخاب دیگری به جز اندیشه بازگشت به میدانهای جنگ ندارند. از گپ میخیزه. آقای فهیم در صحبت درست پیش خود مانند آقای کرزی از اجماع ملی صحبت کردند. اجماع ملی اشرف غنی احمدزی که در دور
قبلی انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد. اجماع ملی دکتر زلمه خلیلزاد که تقریبا از 1 سال به این طرف است که این طبل تازه را به صدا در آوردن. اجماع ملی آقای کرزی و اجماع ملی آقای قسیم فهیم. 4 اجماع ملی با 4 برداشت متفاوت. من اطمینان دارم، اما اهداف مشخص. برخی از آگاهان مسائل سیاسی به شمول این جانب که من خودم هیچ وقت نمیخوایم و آرزو ندارم به عنوان یک آگاه سیاسی معرفی کنم، به این نظرم که آقایان کرزی و فهیم و همچنان زلمه خلیلزاد و اشرف غنی احمدزی با طرح برنامه اجماعی ملی میخواهند شرایط را برای ورود مجدد به قدرت و کرزی و فهیم شرایط را برای ادامه قدرت خود تغییر دهند، آن هم با ایجاد ناامنی‌های سازمان یافته و جو رعب و وحشت در کشور. چنانچه حملات انتحاری 1 هفته پیش ثابت می سازد که در پشت این حملات انتحاری دستهای عیان و پنهانی بوده است. مخصوصا فهیم و کرزی در طرح بزرگ خود برای اجماع ملی قصد دارند که با برگزاری یک لویه جرگه فرمایشی برای مدت نامعلوم همچنان در قدرت باقی بمانند. طرح اصلی این است که دید و بازدیدهای سیاسی ادامه یابند و به نقطه برسند که برای بیرون کشیدن چند چهره مشخص استخدام شده برای انتخابات آینده موضوع برگزاری لویجرگه از سوی اعضای ارگ ریاست جمهوری به میان بیاید. در چنین طرحی در نظر است که لویجرگه پس از اینکه روی مسائل مختلف صحبت کرد، مسائل مختلف هم مسائل پیش پا افتاده، بالاخره به این نتیجه برسد که اوضاع امنیتی برای برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر در افغانستان مساعد نیست و باید دوره ریاست جمهوری آقای کرزی و معاونینش تا زمان مساعد شدن اوضاع تمدید شود. در این طرح حتی گفته شده که کار هر دو مجلس یعنی مشران جرگه و ورودی جرگه نیز با ادامه کار رئیس جمهوری از سوی لوی جرگه تمدید می شود تا به این شکل پای نمایندگان مردم که آنها هم حرص پول و ثروت و قدرت دیوانه ایشان ساخته نیز وارد این قضیه کنند، تا آنها را نیز وارد این قضیه کنند و از جنجال‌های احتمالی به شکل بکاهند. اجرای این طرح بدون شک می تواند وضع افغانستان را به سمت بحرانی، نهایت خطرناک و مهار ناپذیر هدایت کند. بنابراین از حالا نیاز است که برای افشای این گونه فعالیت‌ها اقدام‌های لازم انجام شود و برای روشنسازی اذهان عامه کارهای صورت بگیرد. از جانب دیگر شخصیت‌های دلسوز سیاسی، نهادهای بیطرف جامعه مدنی و احزاب سیاسی غیر وابسته که تعدادشان از تعداد انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کند، به عنوان روزنه امید سیاسی برای مردم افغانستان وظیفه دارند که با درایت بیشتر از گذشته مترصد اوضاع باشند و نگذارند که سلطه ظالمانه یک گروه کوچک و انحصارگر بر سرنوشت سیاسی مردم افغانستان همچنان پس از سال 2014 میلادی ادامه یابد. خب بیننده ارجمند هموطنان گرامی، سخن امروز ما در همین جا به پایان رسید. ما به شما وعده سپرده بودم که در برنامه امروز متن 2 نامه که به ما رسیده او را هم پیشکش حضورتان میکنم. البته چون برنامه از گپ گپ میخیز است،
ما صلاح به این میبینم تا این دو نامه را هم خدمت شما تقدیم کنم. البته یکی از این نامه ها از جناب دکتر عبدالغفار احمدی است. جناب دکتر عبدالغفار احمدی در نامه ارسالی خود که توسط ایمیل به من فرستادن می نویسند: دوست عزیز، به آبرو و اعتبار اسلام و مسلمانان در قرن 21 و قرن تسخیر فضا بیندیشید. باورمندان به اسلام و دوستداران این دین توجه کنید. پیشوایان و رهبران و مفتیان سنی فرقه های گوناگون در همه کشورها به خود آیید. آیت الله های شیعه اثناعشری چشمهای خود را باز کنید. آینده اسلام و آبروی مسلمانان با تروریسم گره خورده و خواهد خورد. نه گروه و دسته مسلمانان با عقاید و نظرات گوناگون ساخته شده که هیچ یک دیگری را تاب نمی آورد و اقلاً به آن احترام نمی گذارد. پاره دیگری را کافر و واجب القتل و خارج از دین معرفی می کند. سنی، حنفی و شافعی و مالکی و وهابی به جای خود اسلام طالبانی ملا عمر و اسلام افراطی پاکستانی را ترغیب و تشویق می کند و ترکیب تازه از اسلام ارائه می دهد. عده دیگر قرائت القا از اسلام را به دنیا معرفی کرده است. سلفی ها اسلام مخصوص به خود را دارند با چند قرائت. اخوان المسلمین جناهای گوناگون دارد و بدتر از همه شیعه اثناعشری پیروان خمینی است که خود قرائت های تازه از اسلام ناب محمدی را ارائه می کند و هر کدام ادعای رهبری جهان اسلام و شاید همه جهان را در سر می پرورانند. و در حالی که دنیای متمدن به ساختن ابزار آسایش بیشتر بشریت می اندیشد و به کشف بیشتر کائنات و هستی می پردازد، مسلمانان به ترور و ایجاد وحشت و رعب و شهادت می اندیشد و یکدیگر را می کشند. دنیا هم بدش نمی آید که مسلمانان را به جان هم بیندازد و سرشان را با کشتن یکدیگر گرم کند و پولشان را با فروش اسلحه های خارج از رده با آنها بگیرند و به این معرکه بخندند. پس به خود آیید و کنفرانس آشتی میان مسلمانان را با کمک کارشناسان سیاسی و دینی و فلسفی و عقلا و دانشمندان اسلامی و با کمک سازمان ملل متحد برقرار کنید و جهان اسلام را از خطر ترور رهایی بخشید تا همه دنیا آرامش و آشتی را تجربه کند. من از جناب دکتر عبدالغفار احمدی جان سپاس و امتنان می کنم و با پیشنهادشان کاملا موافق هستم. هر امر و فرمایشی که در این راستا باشد، یعنی در جهت برگزاری دانشمندان و علمای اسلام، بنده و تلویزیون آریانا افغانستان در خدمت هستیم و از هیچ قربانی مضایقه نخواهیم کرد. و اما در مورد مشکلاتی که بین برنامه سازا یا بهتر است بگم روحانیون دینی و اسلامی ما به وجود آمده، جناب الحاج انجینیر انصاری از ایالت ویرجینیا به تاریخ 10 ماه جون ایمیل زیل را ارسال نمودند. ایشان در ایمیل خود یا در نامه خود می نویسند: یک نظر منحصر به فرد در ارتباط به بودن و یا نبودن برنامه های دینی. بهتر خواهد بود
تا هیچ یکی از برنامه سازان دینی را حذف نکنید، زیرا قضاوت خوب و خراب آنها را مردم در ترازوی وجدان خود می توانند مورد قضاوت قرار دهند. من با آنکه در مورد شفیع عیار یک مقدار ملحوظات خاص دارم، اما اگر برنامه آغاسی و شفیع عیار و روشنگری هایشان نمی بود، جلو اشتباهات برنامه سازان دیگر دینی و بعض علما از قبیل آقای سیرت را که تا یک زمان من ایشان را شخصیت بهتر سیاسی و دینی می دانستم، ولی وقت بسیاری از صحبتها و موعظه های دینی ایشان را شنیدم و آن را با ترجمه آیات خصوصا در بحث میراث مقایسه کردم، کاملا انتقادات شفیع عیار را در مورد او و بسا از برنامه سازان دینی دیگر تا اندازه تایید می کنم. نهایت مشکل آقای شفیع عیار در تکتیک بیان نارسا و همچنان مشکلات جدی دیگر است که در وجود ایشان نهفته است. پس این بیننده و شنونده است که در مورد قضاوت می کند و هر کس نزد خدام خود مسئول می باشند. جناب حاجی یا انجینیر حاجی انصاری در ایمیل خود اضافه می کنند مثل امریکایی است که ترجمهش، یعنی ترجمه یا برداشت متفاوت از یک جمله داشته است. فکر میکنم منظور جناب حاجی انصاری از این موضوع است که این به این میماند که ما از یک جمله انگلیسی یا امریکایی برداشت های مختلف میکنیم. مثلا در یک جمله انگلیسی نوشته شده که بگذار برف ببارد. به این ترتیب هم میتوان این جمله را تغییر داد یا ترجمه کرد برف بگذار ببارد. هر کس هر چیز دارد، مگر بهتر است شما کار خود را انجام دهید و با خواسته های منطقی و علمی مردم احترام نموده جامعه عمل بپوشانید. من شخصا برنامه دکتر آغاسی را بسیار آموزنده و برای اکثریت مردم قابل قبول میدانم که بسیاری ها از لحاظ عقل و اندیشه توانمندی هضم صحبت و وضع او را ندارند، به عوض این که خود را اصلاح کنند آینه را می شکنند. الحاج انجینیر انصاری از ایالت ویرجینیا 10 ماه جون سال 2013 میلادی. خب بیننده ارجمند، این هم بود 2 نامه که من از 2 بیننده دریافت کرده بودم و هر 2 نامه را خدمت شما تقدیم کردم. نهایت در مورد ادامه یا عدم ادامه برنامه های آقای عیار، طوری که من در گذشته گفته بودم و باز هم تایید میکنم که من با اکثر نظریات دینی و سیاسی آقای عیار موافق نیستم. شاید طوری که انجینیر صاحب نوشتن در ادای بیان یا افاده بیانشان خلاهای موجود باشه که این عقل قاصر ما و مغز ناتوان ما قدرت و توانایی درک صحبتایشان نداره. اما در مورد ادامه و عدم ادامه برنامه های آقای عیار مسائل دیگه هم است که من به جواب بیننده که برای من ایمیل فرستاده بود که شاید مشکلات مادی سبب از این شده که شما برنامه های آقای عیار نشر نکنین. نخیر، موضوع مادی نیست. آقای عیار همیشه پول خود به وقتش پرداخت کرده. مسئله موضوع کاملا جداگانه است که امکان داره وکلای هر دو طرف در ظرف 1-2 روز آینده در این مورد به یک نتیجه نهایی برسن. یعنی که امکاناتی موجود هست که آقای عیار برای چند هفته محدود حقی را داشته باشند که
برنامه‌هایشان تلویزیون آریانا افغانستان به نشر برسانه. خب بیننده ارجمند هموطنان گرامی، در برنامه امروز ما یک راپورتاج هم از آقای منجم زاده داریم که در پایان برنامه امروز از گپ گپ میخیزه پیشکش حضورتان میشه. من فقط لحظات را که در اختیار دارم این هم اختصاص میتونم به نظریات و پیشنهادات شما دوستان و عزیزان. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. من خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، بفرمایید سر. پیش از که موضوع تقریبا سوال یا تصویری خلاص بگویم، ما از آقای دکتر عبدالغفار احمدی با این گفتار بسیار عالیشان و قسم که شما این عالمانه به اینجا ذکر کردین ما مبارکی برشان میتونم و همچنان برای آقای الحاج انجینیر انصاری. خب اون موضوع رو میمانیم، اما امید داریم جناب مسکین یاسر اگر ای به فیسبوکتان بره کمی متن از دیگه باز هم بگیریم و حتی ضبطش کنیم که همیشه در خاطرات ما بانم که زیادتر در اسلام و دین خود بفهمیم. حتما خواهش میکنم، زنده باشید. آمدیم سر موضوع جناب مارشال قسیم فهیم. اینا چیزایی که لطف کردن در نشست ملی 3 روزه والیان در کابل، نشست ملی، اجماع ملی و هر آن چیزی که از ملی و اینجا ما امیر در ناخنت میگیرم و بعد از باز سرش چیز میکنم، سوال میکنم و این آقا گفت که امو روز امی قماندان امریکایی آمد پیش من، امی کسی که چی دست دافر میگن که چی میگن. بله چی را گفت نماینده خاص ایالات متحده امریکا در امور افغانستان و پاکستان آقای دانفورد. بله دانفورد است و این دافر گفت. نیم سال گفتم راه من گپ زد و در آخر برای من گفت که مردم بسیار به تشویش است. امی تشویش چه قسم میشه که رفع کنیم؟ امی انتقال و از امی انتقال امی گپا. من گفتم او برادر مردم از انتقال نظامی و امنیتی تشویش ندارن، مردم از انتقال سیاسی تشویش دارن. با دیگر روز که 17 نفرها شهید میشن و کشته میشن کسر زوری نمیزنن، لیکن انتقال سیاسی بسیار مهم است. یکی این موضوع و یکی در آخر سر کلش ما نمیدونم، شما او را در اخبار گفتین هیچ ضرور نیست تکرار شود و در آخر گفت که من امی رئیس صاحب میگم که او آدم بیاد زندگی یک افتخار کمایی کو. او افتخار ای که یک نظام یک سیستم در امی وطن بیار که دیگر کس رئیس جمهور داو ندارن. شنیدم بله. شما برای کراچیوان قصدن یک سرزی فروش یک قمچین پلیس میزنه 100 دفعه کرزای صاحب داو نزنه یا نه. اگر یک نظام باشه که صدر اعظم باشه توسط خود مردم پارلمان و ایگفا انتخاب شده باشه، او را رئیس جمهور یادش نمیاد یک مدت امور در 24 ساعت قدیش سر و کار داره امور داو بذاره. به هر صورت سوال سر است که تمام ایگفا وقتی که دانسفورد داوجه رفت وقتی از این آقا که جناب معاون اول مارشال قسیم فهیم گفت زد، فکر من میکنید سوالی مینیمیست که آیا دانسفورد برای ازمی آمدن 18 ماه یا 12 ماه نخواست که قدم کنه که آقای مارشال فهیم که یا از صفحات شمال از دره های پنشیر با گرفتن پول های وافق جیبها را پر کردن معامدن، نه فکر نمی کنید که دانسفورد امیر یک امتحان و قدم کنه که آقای مارشال در کجا قرار داره؟ کاملا تفسیر را شما میشنم. زنده باشین، تشکر، لطف میکنین. ما امریتان کاملا هم نواستم. واضح است دیپلمات های امریکایی مخصوصا لحن صحبت دیروز نماینده امریکا در کنفرانس امریکا و جهان اسلام در دوحه نشان میداد که امریکایی ها یک سیاست نو یا سیاست انعطاف پذیری در برابر افغان ها مخصوصا در برابر کرزی و دارودستیش گرفته. درست است آمده بود فقط وزن کنه و چی میگن امو دریافت حقایق انجام بده که نبض آقای فهیم چطور میگرده. ما
با وجود که با هیچ رهبر سیاسی، خدا شاهد است، با هیچ رئیس جمهور، با هیچ کسی که امروز در افغانستان ادعای رهبری داره، من هیچ کدام مشکلات شخصی ندارم و من یک بار دیگه خدمتشان خاطر نشان میسازم که آنچه که ما قضاوت میکنیم و شخص ما قضاوت میکنیم به عنوان یک فرد از جامعه افغان که چند سبایی در مملکت زندگی کردیم و در طول زندگیم لحظه و روز هم نبوده که از یاد و مردم و کشور فارغ بوده باشم و عبارت از است که ما عملکرد مردم دیده رویشان قضاوت میکنیم یا داوری میکنیم. اگر آقای قسیم فهیم با عنوان رهبر جهادی یا یک آدم شناخته شده، مخصوصا زمانی که به درجه اعلای مارشالی یا عنوان مارشالی را دریافت کردن، به درجه اعلای مارشالی رسیدن، اگر اینا گوشه انزوا اختیار میکردن و فقط در اعیاد و روزهای ملی و مذهبی در محافل حاضر میشدن، اما احترامشان تا که زنده بودن بر مردم افغانستان حفظ بود. اما زمانی که انسان حریص میشه و زمانی که انسان تشنه قدرت میشه، تشنه پول میشه، تشنه سرمایه میشه، به مت یک آدم تبدیل میشه، چنانچه منصب رئیس جمهور خودشان به زبان خود یعنی حقایق بیان کردن و من لازم نمیبودم رویش تبصره کنم. یک موضوع دیگر هم باید خاطر نشان بسازم که جناب معاون رئیس جمهور افغانستان با 12 سال پیش فراموش نکنند که در کجا قرار داشتن و ای که به مردم افغانستان ای اخطار یا هشدار به مردم افغانستان میتن که شما باید به ما پس رای بدین، شما را پس بیاریم، شما باید ما را پس بیارین که ما حافظ منافع شما و حافظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی تان هستیم. مردم افغانستان 12 سال پیش فراموش نمیکنند که حتی بعضی از رهبران جهادی کلوشا و پیزارایشان در مساجد فراموششان شد و مجبور شدند که از افغانستان فرار کنند تا جایی که پایتخت افغانستان انتقال دادن به شهر کولاب تاجیکستان. این واقعیت است که هیچ کسی فراموش کرده نمیتونه و مردم افغانستان من فکر نکنم که به زودی بتونن 12 سال پیش فراموش کنن. یعنی اگر شما به قدرت بیاین به دلایل گوناگون و روی انگیزه های گوناگون، شما فکر کنین و مطمئن باشین که آینده افغانستان اصلا بر افغانستان دیگه آینده وجود نخواهد داشت. امروز افغانستان در منجلاب بدبختی به سر میبره، او روز دیگه از افغانستان شما چیزی به نام افغانستان نخواهید دید. برای اینکه شما یک بار امتحان دادین، یک بار تجربه شدین و آنچه را که شما میگین که ما در گرفتن قدرت سیاسی و طالبا از افغانستان سهم داشتیم و شرکت داشتیم، فراموش نکنین که اگر این جوالهای پول و این بکس های پولی که از جانب آقای گیری جاسوس شناخته شده CIA بر شما اگر نمی بود، این کمک ها و این جوالهای پول و صندوق های دلار، شما حتی حاضر نبودین که وجب و متر هم چی میگن، متر چی میگن، وجب هم در حراست و دفاع از یک برست خاک افغانستان هم شما حاضر شوین یا حاضر میشدین که شرکت کنین. واضح است کمک های امریکا و تیارات B-52 و جانب ایالات متحده امریکا به منظور جلوگیری از قربانی عساکر خود در روی زمین از شما استفاده کردن، اما این کاملا با زور و با نیروی قوای هوایی زمینه را مساعد ساختن که همه به قدرت برسن. شما آمدن به قدرت نشستین، شما که فرار کرده بودین به دره ها و به یک دره پناه برده بودین و پایتخت کشور به کولاب انتقال داده بودین و بر شما دیگه آینده وجود نداشت. بر شما واقعا که یک تیکت لاتری برآمد. بنابراین با استفاده از مزایای این تیکت لاتری 12 سال است که ببینیم شما سر مردم افغانستان چی حال و چی روز آوردین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. مسکینار سلام. من هم خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. بزرگان میگن کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خویش ادا میکند. 5 سال احمدضیای مسعود این معاون رئیس جمهور بی‌کفایت از موقف استفاده کرد. بعد از 5 سال که رئیس جمهور از دسترخوان خود محروم ساختش، بازو وقت در پنجشیر بیانیه داد که من 5 سال معاون رئیس جمهور سمبولیک بودم. شما ببینید که این بی‌کفایت انسان چرا در فاصله 5 سال همین موقف برای کس دیگه نماند. یکی
مارشال مالا دوره کارش به ختم رسیده. این بی‌وجدانا از ترس مردم این گپا رو هشدار میتن برای مردم بفهمن که در افغانستان این خائنات جای ندارن و در آخرین تقدیر به نتیجه اعمالشان میرسانن. بهتر است که اینا وجدان خود